تردید بدترین جرم هاست. یعنی چی؟ یعنی اینو برم یا اینو. کسی که نمیدونه چی کار کنه، کسی که تردید داره، یه چارپایه بر میداره میذاره سر دوراهی تا آخر عمرش سر اون دوراهی زندگی میکنه. حالا پیشنهاد ساده من چیه؟ یه کدوم رو انتخاب بکنید با تمام وجود انجامش بدید. هیچ نگاهی به عقب نکنید، هیچ تردیدی به دلتون راه ندید. هر چی میخواد بشه بشه. اینو من تصمیم گرفتم آقا، من تصمیم گرفتم این کارو بکنم. قلبتو بریز توش، جونتو بریز توش، ذهنتو بریز توش، انرژیتو بریز توش، ذهنتو خرجش کن، عمرتو خرجش کن. تو شاید فکر بکنی که این یا این، در صورتی که در واقعیت هر دو مسیر به هم میرسه. فقط به نظر دو راه متفاوت میاد، فقط دو روش متفاوتی که تو خودتو بشناسی، برای اینکه تو با خودت روبرو بشی. هر کدومشو درست انجام بدی خوبه، هر کدومشو غلط انجام بدی بده. بعضی موقع ها ما فکر میکنیم تصمیمامون یکیش درسته یکیش غلطه. تقریبا هیچ وقت اینجوری نیست. تصمیمای ما توی زندگی درست و غلط میشن بسته به نگرشی که ما